سلام دوستان گرامی، یکایک شما را به این کانال خوش آمدید میگیم و درسی هشتم است از درس های روسی از کتاب دروگا в Россию قسم یکم. البته امروز شاید که دو درس شود، به خاطر که بعضی از برادران خواهش کردند که درس های روسی را زیادتر نشر کنیم تا که تیزتر یاد گیریم. ما در مهاجرت مهنتی هستیم و تشکر میکنیم از برادر اولوغبک برای دستگیریشون و برای تماشای این ویدیوها، برای پیشنهاد و توصیه هاشون. همیشه سلامت سربلند باشن. اکنون میرویم سراغ درس امروز که ما و شما در کدام موضوع یا صحیفه قرار گرفته بودیم. خب از درس دوم خب صحیفه 15 را گرفته بودیم. بله، صحیفه 15 را گرفتیم. اکنون از صحیفه 16 آغاز می نماییم. از صحیفه 16. خب این تمرین نیز به مثل تمرین های پیشتره برای خواندن است تا که دانشجو، دانش آموز، زبان آموز عادت کند زبانش با تلفظ حرفی گ چخیلی که در اینجا آورده است: گا، گا، آگا، ایگا. خب این برای ما و شما تاجیکان خیلی آسان است، چون که حرف های ما یعنی به مثل همین حرف هستند. یعنی اما برای دیگر زبان ها، برای دیگر ملت ها که زبان روسی را می آموزند، برای اونها کمی دشوارتر است طرز خواندن. به همون خاطر بعضی وقت اینها را میارد به مثل هیجا بگیم یا به مثل حرف ها. و در بعضی زبان ها حرف گ نیست، به همون خاطر مثلا گدا، گدا، گدو، گدی میارد که زبانی همون زبان آموز آموخت شود. خب فرقیت در بین ک و گ. گ، ک، گ یعنی ک آواز است، آواز است، اما ک حرف است، گ نیز حرف است. خب ک، گ، گدا، کتا. ک، گ، گدا، کتا. منوگا. خب اینها رو در اخیر بگیریم. کو، گو، کو، گو. خب اگر یک معلومات دیگر، اگر حرفی گو در آخر آمد، مثلا مثل کاو، یعنی کاگو نوشته می شود، کاو خوانده می شود. گ آمد، بعد از گ او آمد در آخر کلمه ها، در بسیاری کلمه ها چی است؟ و خوانده می شود. خب گدو، کتو. خب کتو دیگر معنی دارد. کتو یعنی کی. جمله کلمه سوالی است: کو، گو، گدو، کتو. گدو، گدو، کتو. خب کلمه منوگا. منوگا، منوگا. در درسی گذشته بود، اگر خطا نکنیم یا که درسی پیشین بود، گفته بودیم که در بالای هر کلمه، هر حرفی که همین خدشه آمد، یعنی علامتی ادرینی آمد، پس همون حرف همون خیل تلفظ کرده می شود. مثلا حرف آ در زبان روسی در بسیاری حالت ا تلفظ می شود، اما در کتاب های ابتدایی یا که در کتاب هایی که برای خارجیان تهیه شده است، یعنی در کورس های ابتدایی، در اونجا این خدشه رو میگذارند. وقتی گذاشتن پس همون آ خوانده می شود، ا خوانده نمی شود. و چگونه که در بین قوس در اینجا آورده است. و حرف های آی که در بالایش ادرینی ندارد، علامت زده ندارد، نگاه کنیم تبدیل به ا شده، یعنی ا، یعنی منو، گا، ما، لا. خب در اینجا نیز همچنین کگدا می نویسیم، کگدا می خوانیم. ولگا. در اینجا نگاه کنیم آ تلفظ شد، آ خوانده شد. برای چی؟ به خاطر در بالایش ادرینی آمده است. ولگا. منوگا، منوگا بسیار، بسیار.
ترجمهش مالا 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 یعنی کم اندک когда ударение را اهمیت اینه که کدام هجا زیادتر کشیده میشد. مثلا много نمیگیم много و مالا اگر مالا بگیم یعنی خطا است، دیگر چیز شاید که فهمن مالا، اما مالا وقتی مالا گفتیم علاقه معنا دارد مالا کم. یا همچنین когда درست است когда خب когда یعنی کی می شود. Volga یعنی udarение در بالای حرفی او است. Volga نادرست است. Volga درست است. Volga نامی دریا است، نامی دریای Volga. خب اینجا نوشتن است، قسمتی نوشتن یعنی پیشیت نویسید. خب حرف گ رو در دفترهاتون نویسین. خب اگر همین کتاب رو داشته باشید حتما مثلا در همین خطی که گ نوشته شده است در اینجا 2 بار 3 بار دیگه حرف گ رو نویسین و 2 بار 3 بار گو نویسین و اگر بود منوگا 1 بار ولگا 1 بار دیگه در زیرش نویسین. اما اگر دفتر داشته باشید خوب میشه که در دفتر نویسید. خب در اینجا باشه تمرین حرف خ. اینها رو نمیخونیم چون که اینها برای ما آشنا هستند، یعنی در زبان تاجیکی نیز خو هست، خ هست، یعنی خو هست. مثلا خوب به اینها یکانش نه در زبان تاجیکی نه در زبان روسی معنی ندارن، اما از روی حرف از روی هجا در زبان تاجیکی هست این چیز. خب در اینجا باشد باز یعنی قسمتی پیشیت نویسید. حرف خ رو نویسید. خ خو خو плохо و холодно плохо یعنی بد می شود ترجمهش плохо بعد холодно خنک. در اینجا نگاه کنیم 3 تا حرف او است، اما یکمش رو ا میخونیم، او میخونیم و دیگرش رو ا میخونیم. холодно. یک کس میگه که ما چه فرق نمیکنه او خونده میشد ا خونده از روی udarenie. ولی این کلمه در زیر میآید حتما udarenie در بالای او است. холодно. خب در اینجا نیز یکون هیچ معنی ندارد. خب میگذاریم در قسمتی پایانگی. پاگودا پاگودا آب و هوا یعنی چخیل در برنامه‌های تلویزیونی است، برنامه آب و هوا یعنی پاگودا گفته آب و هوا رو میگیم. خب در اینجا باشد یعنی 25 درجه صفر پایان است، پایان صفر است. یعنی البته وقتی که از صفر پایان شد علاقه خنک می شود. طرح 25 معنیش این است که از صفر پایان است، اما اگر بدون طرح آمد به طرح آمد 25 اس آمد مثلا و علاقه بالا هست، گرمی رو در نظر دارد. холодно چخیلی گفته بودیم холодно خنک. плохо یعنی بد. когда холодно плохо وقتی که خنک است بد است، یعنی هر وقتی که خنک باشد بد است، ناخوب است. خب البته بعضی خنکی را دوست می‌دارن، اما اکثریت شاید فکر کنیم که خنکی را دوست ندارن و هم خود میگن که когда холодно плохо. خب وقتی که ما کلمه با کلمه میخونیم همون هجاهایی که udarenie دارد اون رو زیادتر تلفظ میکنیم. یعنی когда холодно плохо. اما وقتی که جمله میخونیم دیگر این خیلی نمیخونیم. مثلا когда холодно плохо این خیلی دیگر نمیخونیم. اینها رو برای چی خیلی من زیادتر تلفظ میکنم؟ به خاطر که در ذهن شما
بماند که مثلا کدام حجاز زیادتر تلفظ کرده میشد. فقط همین است. وقتی که در جمله میخونیم این طور میخونیم: когда холодно плохо, 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 когда холодно плохо. خب وقتی جدا کرده به درسی امروزه، درسی هشتم به پایان رسید. خب حاضر باز یک درس دیگه ثبت میکنیم. این درس شاید که در ساعت 8 گذاشته شود، 8 بیگاه با وقتی مسکو. باز این رو خاموش میکنیم، یک درس دیگه ثبت میکنیم و یش رو در ساعت 8:30 میگذاریم. 8:30. خب یا که 8:15. اگر بینیم که درس از 15 دقیقه کم است، پس 8:15 میگذاریم. یعنی بعد از این درس باز یک درس دیگه هست. خب تشکر برای اشتراک و تماشای این نوار. تا درس آینده موفق و کامیاب و سربلند باشید.